سلام بچه‌ها، من محسن فتحی هستم، یک استادکار نجار. اومدم آموزش هایی که تو این مدت دیدم و یاد گرفتم و آزمون و خطا کردم و بتونم براتون به اشتراک بذارم که بتونید استفاده کنید. در وهله اول از خودمون بگم، اسم فروشگاه ما فروشگاه مستر کاکتوس هستش که به واسطه اینکه فروش کاکتوس انجام میدیم این اسم فروش مون دیگه، ما این اسم رو به هم نزدیم چون کلی فالوور و دنبال کننده داشتیم. توی این کار خیلی سختی های خودشه داره. حواستون باشه وقتی توی این کار وارد میشید با همه توانتون نباید وارد بشید، بله آسیب میخورید. شروع کنید از کارهای کوچیک، ببینید مشتری پیدا میکنید، پیدا نمیکنید، بازارش خوب هست نیست، بعد شروع کنید به اضافه کردن دستگاه. خود من فقط با یک دلر شروع کردم، بعد از یک سال تازه تونستم قطعون بخرم. بعد از میگم یه دلر یعنی چی؟ یعنی محصولاتو با اره دستی میبریدم. بعد از یک سال قطعون، بعد از 2 سال رنده، بعد 3 سال کندگیر، همینجوری ای رفت جلو. پیشنهاد منم به شما این هست برای ابتدای کارت اول مشتریتو پیدا کن، بازارتو پیدا بکن، دستگاه ارزون بخر، آزمون خطاتو انجام بده، اون زمان میتونی دستگاهی رو اضافه بکنی. خیلی هم حواست به کاری که داری انجام میدی باشه. نجاری فوق العاده شغل و حرفه خوبیه و هر کس که واردش بشه قطعا عاشقش میمونه. انقدر بوی چوب و حس چوب عالیه، ولی یه سری خطرات خودش داره، مثل گرد و خاک، مثل سر و صدا، مثل خطرات دستگاه، مثل آتش سوزی، که همه اینا رو باید حواست باشه. 15 سال نجاری میکنم، هنوز همه انگشتام سر جاشه چون حواسم، ولی متاسفانه تو یک زمینه مثل مراقبت از کارگاه حواسم رو و تا حالا 2 بار کارگاه ما از بیخ و بن کل هم الاجمعین آتش گرفته. خیلی حواستون باشه. برق قطع کنید، استفاده از دتکتور، استفاده از بیمه‌های آتش سوزی خیلی به دردتون میخوره. بیسیک کار اینه که شما اینا رو بدونید با دستگاه چجوری کار کنید. ولی اینکه بخوایم یه نجاری رو بنزیم کلا بیایم 4 تا وسیله بریزیم و کار کنیم درست نیست. از بیسش درست شروع کنید که نه لطمه بخورید، نه آسیب ببینید، نه بی انگیزه بشید.